بسم الله الرحمن الرحیم. هذا مفتاح الجنة العظیم. گفت پیغمبر که روزی رستخیز، گفت پیغمبر که روزی رستخیز، کی گذارم مجرمان را اشک ریز. من شفیع عاصیان باشم بجان، تا رهانمشان ز اشکنجه گران. عاصیان وهلی کبائر را بجد، وارهانم از عتاب و نقضی عهد. عرض سلام و درود و ادب و ارادت و وقت بخیری دارم محضر شگوفانور شما بینندگان عزیز، سروران گرامی، ارجمندان گرانمایه، اهم از برادران و خواهرانی که در داخل و در خارج از افغانستان ما را بیننده هستند. انشالله امیدوار هستم که صحت و سلامت و تندرست بوده و لباس عافیت و سلامتی و تندرستی به تن داشته باشین و از گزند حوادث و روزگار محفوظ و مأمون و در امان الهی باشین. دوستان گرامی، سروران عزیز، وسیله ارتباطی ما 0798 4012 هست و موضوعی را که امروز قرار است روی بحث و تفحصی داشته باشیم در رابطه به اهمیت و جایگاه شورا در اسلام، یا اهمیت و جایگاه شورا و مشوره کردن در اسلام عزیز است که چقدر چه جایگاه و چه اهمیتی دارد، که ما امروز خوشبختانه در استودیو مهماندار هستم. مهمان عزیز و گرامی دعوت کردیم جناب الحاج مفتی محمد نبی حکیمی، مدرس مدرسه امام مسلم و همچنان خطیب مسجد جامع اویس قرن در استودیو با ما هستند. جناب مفتی صاحب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. چطور هستین جناب مفتی صاحب؟ الحمدلله، انشالله خوب هستین شما؟ امروز روز و روزگار و زندگی تدریس الحمدلله همه به خیر سپری میشه؟ شما همکارای شما انشالله خوب هستن؟ فضل و احسان پروردگار، ما همه صحت و سلامت هستیم انشالله. خدا را شکر که شما هم جور هستین. جناب مفتی صاحب گرامی، امروز یک موضوع مهم را انتخاب کردیم در رابطه با جایگاه شورا در اسلام است. یک چیزی که تقریبا از خانه ها و از جاها و از خیلی موارد رخت سفر بسته کرده، کوچ کرده و یک چیزی که اکثریت را به دیدی بسیار کم مینگره و در بسا مواردی فراموش شده است. حالا بیاییم ببینیم که جایگاه و اهمیت شورا از منظر اسلام و قرآن عظیم الشان چگونه بیان شده در قرآن. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والا و بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و امرهم شورا بینهم. در گام نخست یک بار دیگر خیلی خوشحالم که خدمت دوستانی عزیز و ارجمند که از نقاط مختلفی دنیا و جهان در همین ساعت ما را بیننده هستند، خدمتشان یک سلامی را تقدیم میکنم که همیشه در امان خدا بوده باشند، از گزند حوادث روزگار در امان بوده باشند. دیگه در قسمت سوالی که مطرح کردین، مسئله جایگاه شورا، اهمیت شورا، ارزش شورا در اسلام عزیز، مخصوصا از منطق قرآن. بله. در این باب وقتی که ما شما وقتی میریم به سراغ قرآن، یکی از جناب مفتی بسیار با عرض معذرت از کندوز یک تماس داریم روی خط. خیلی خوب. امی منتظر نمانه، متاسفانه تماسشان قطع شد. دوستان گرامی، وقتی که تماس میگیرین جای درست را انتخاب کنین و همچنان بلندتر و از تلویزیونتان کمی فاصله بگیرین که صدای ما دوباره به خود ما انعکاس نکنه. بفرمایید جناب مفتی. در قسمت شورا وقتی ما شما میریم به سراغ قرآن، بله، یکی از سوره ها را در قرآن به نام سوره شورا در میابیم. وقتی الله متعال از فوق 7 آسمان از لوح محفوظ یکی سوره های قرآن را به نام سوره شورا مسمی میکنه، نامگذاری میکنه، این بیانگری از این است که شورا در اسلام خیلی ارزش داره و خیلی جایگاه بلند و خیلی مقام شامخی داره. اگر این جایگاه نمی داشت یک سوره به نام شورا مسمی نمیشد. الله سبحان در رابطه به ارزشگذاری به جایگاه بلند شورا، مسئله مشوره در اسلام، یکی سوره های قرآن ده که به نام سوره شورا مسمی کردن، در یکی آیه هایش در اونجا میفرماید ولعلم آیه 38 باشه که میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و امرهم شورا بینهم. یعنی یکی از ویژگی های مسلمان ها، یکی از شاخصه های مسلمان ها و یکی از ممیزاتی که مسلمان ها را به دیگرها
تمیز میته و فرق میگذارد است که مسلمان ها اموراتشان به مشوره باید پیش بره و امرهم شورا بینهم. امورات زندگیشان در بخشای مختلف، در بخشای متفاوت، در روشنایی مشوره، در روشنایی رأیگیری از یکدیگر، در روشنایی امی است که سنجش نظرها، اتحاد آرا، نظریات و افکار یکدیگر، اینا امورات زندگی را به پیش میبرند. اگر در عرصه تجارت است، در عرصه صنعت است، اگر در عرصه بازرگانی هست، در عرصه های مختلف اقتصاد است، در عرصه طبابت باشه، در عرصه نظام باشه، در هر عرصه‌ای که باشه، مسلمان ها یکی از ویژگی هایشان همی است که اونها امورات زندگی را با مشوره با یکدیگر به پیش میبرند. البته یک نکته را اضافه کنم، مشوره در مواردی است که او مسئله قضیه منسوسی نباشه. مثلا ما 5 وقت نمازی که منسوس است، روزه رمضان که منسوس است، حج بیت الله فرضیتش منسوسی هست، مسئله جهاد در برابر دشمنان خدا و رسول که منسوسی هست. در این مواردا ما نیازی به مشوره نداریم. البته در طریق و برخی مواردایی که در قضایای جهاد اگر میشه، در شیوه و طریقش اگر مشوره صورت میگیره و مسئله جدا هست. در نفسی مسئله از اون کدام مشوره نیاز نیست. ولی ما نمیتونیم بگیم یک برادر ما 5 وقت نماز فرض است مشوره کنه که با پدر و مادر که نماز بخوانیم یا خیر نه خیر. در اینجا مشوره نیاز نیست. ما مشوره به چیزی نیاز داریم که منصوص علیه نباشه. پس بنابراین جایگاه شورا در اسلام، آیتی که تلاوت کردم خیلی مسئله مهم اشاره کرد و یکی از آیات دیگر هم خدمت اگر فرصت باشه قبل از اینکه به آیات دیگری بریم یک تماس داریم. خواهر ما از دایکنده تماس گرفتن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهر گرامی، متاسفانه که تماس خواهر ما قطع شد و همچنان سوالشان را همکارای عزیز ما گرفتن. تماس دیگری هم روی خط داریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله صحبت بکنید، شما وصل هستین. سلام علیکم، خوب هستین؟ علیک السلام و رحمت الله. خواهر کمی بلندتر صحبت بکنید. شما خوب هستین؟ ان شاء الله صحتتون خوب است؟ سلامت باشین. سلام به شما، سلام به مهمان شما. سلامت باشین. اینا هم سلام تقدیم میکنه. سلامایشان وسیله شوین. تشکر میکنم. بفرمایید خواهر، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ مدینه هستم، از تخار تماس گرفتم. مولوی که یک سوال. بفرمایید خواهر گرامی. سوال ممی که من نماز تهجد میخوانم، دیشب از پیشم قضا شد، در خواب زدم. دیگه میره سوال میکنم که همه وتر واجب قضای شب بخوانم، یعنی که نماز تهجد جفمی بسیار دیگرم خونم، دیشب از پیشم قضا شده. ویتر واجب هم جداگانه از شما زمانی که اگر مثلا خفتن قضا شد، منظورتونه که ویتر واجب هم با فرض بخوانیم یا خیر؟ درست؟ ویتر واجب مانده بود، نماز تهجد گفتم میخوانم 2 بجه شب و 3 بجه. درست. بعد از نماز تهجد ویتر واجب من ماند و نماز تهجد هم از پیشم قضا شد. درست از خواهر گرامی، درست گرفتم دیگه مطلبش. دیگه سوال می که اگر مثلا در محفل عروسی میریم و یگان جنازه میریم، پیش از آن جای مناسب در توی یا محفل نیست، اگر نماز خود خوانده بریم درست است یا غلط؟ یک بار دیگر خواهر میشه تکرار کنین سوال دو میتونه؟ گفتم وقتی که یگان محفل را میریم جای مناسب به نماز خواندن نیست، یگان جنازه میریم پیش از آذان و پیش از رفتن نماز پیشینه یا مثلا نماز خفتن یگان شب خینه میریم میره بخوانیم یا نه که غلط است؟ درست است خواهر گرامی، درست است. من 2 سوالتان گرفتم. ان شاء الله شما بیننده باشین. جناب مفتی صاحب پاسخ برای شما ارائه میکنه. تشکر خواهر گرامی. سلامت باشین. تشکر. زنده باشین. از شما هم تشکر میکنم. قبل از اینکه به سوال خواهر ما مدینه از تخار بیایم، سوال قبلی جناب مفتی صاحب گرامی خواهر ما از دایکندی تماس داشتن. گفتن که من کسی را دوست دارم ولیکن فامیل برای من اجازه نمیده، من چه کار بکنم؟ و عین شکل امیدوار هستم که اگر برادر عزیز ما هم حتما بیننده هستن و تماس عین شکل اونا گفتن که من دختری را دوست دارم شبیه امی سوال، ولیکن طرف مقابل
و چند باری که ما رفتیم بالاخره اونا نمیگن. حالا ما میخوایم که از طریق تعویض و جادو و سحر پیش بریم چگونه است؟ شبیه همین سوال اگر دوش یک جای پاسخ بدن. خیلی خوب است. من تشکر میکنم از برادران و خواهرانی که مشکلات خود با علما شریک میکنن. بله. به این قسمت اشاره کنیم که اسلام عزیز ما بارها تکرار کردیم که یک سقف عالمی است، در هر قضایا پیام‌های ارزشمند خود می داشته باشه. در اینجا برای برادر ما یا خواهر ما از راه‌های نامشروع بخواهند به مطلب برسن اجازه نیست. اگر بخواهند، خواهری میخواهد که به او پسری را که دوست داره از طریق تعویض و جادو تمار خود برسانه، یا عکس قضیه اگر پسر میخواهد که برای به دست آوردن دختر از طریق تعویض و تمار خود به مطلب برسانه، اسلام عزیز ایره اجازه نمیده. فقط یگانه رایی که امروز هم که مطلب ما موضوع مشوره هست. بله اینا میتونن که از آدرس مشوره با پدرشان، با مادرشان، با کلانای فامیلشان مشوره بکنند که انتخابشان درست است یا خیر. اگر انتخابشان اونجا درست است ادامه بدن، اگر نیست صرف نظر کنند. و مسئله دیگر اگر قناعتشان فراهم به این نمیشه، میتونند که از دعا استفاده کنند، دعا کنند که پروردگار اگر امی انتخاب به خیر ماست ما را موفق گردان، اگر نیست ما را منصرف گردان. یا میشه که از طریق نماز استخاره که 2 رکعت نماز استخاره بخوانند، یا شب یا روز مشکل نیست، دعای استخاره را بخوانند و بعد در استقامت دعایشان که دعا میکنن بعد در نیت خود بیارن، هر آنچه که نیت دارن نیت به ذهن خود بیارن، مطابق امون نماز خوانده به کارشان دوام بتن. بله. اگر قضیه به خیرشان بود پیش میره، اگر که به خیرشان نبود یک مانع پیدا میشه که از اون قضیه اینا منصرف میشه. خیلی زیبا اشاره کردین جناب استاد گرامی. حالا تماس دیگری داریم از ولایت کندوز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله صحبت بکنین شما تماستان وصل است. بله بلندتر صحبت بکنین برادر. سلام علیکم و رحمت الله. میشنم صدایتان دارم. خوب هستین برادر؟ صحتتون خوب است؟ علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. مولوی صاحب محترم بفرمایید برادر. سلامت باشین. تشکر. شما خوب هستین؟ عافیت دارین؟ زنده باشین. تشکر. انشالله که آرزوی صحت و سلامتی شما را هم داریم. بفرمایید برادر سوالتان. بله سوالتان بفرمایید برادر. سلامت باشین مولوی صاحب بزرگوار. سوال من است که سوال اول مولوی صاحب بزرگوار، کسی که از نماز فرض از پشت امام از جماعت که میمونه، مثلا نماز پیشین 2 رکعت به همراه امام میخونی، 2 رکعت دیگه که میمونه امور پر خوانده شوه یا خالی خوانده شوه؟ خوش. دوم سوال دومیتان درست است برادر گرامی. انشالله که براتون پاسخ داده میشه. برادرم از ولایت کندوز بود. حالا جناب استاد میایم روی سوال خواهر ما مدینه از تخار تماس گرفتن. اینا گفتن من نماز تهجد میخوانم و حتما در نماز فرض میخواندن و صلات ویتری واجبه میگذاشتن با تهجد، بعد از تهجد یک جای بخوانن. حالا 2 شب از ما گفتن تهجد در خواب ماندم و بالاخره قضا شد و صلات ویتر هم مانده، چیکار بود؟ خیلی خوب. در این مسئله ای است که یک فرمول است که می سنت ها قضایی نداره. پس بنان تهجد یک عمل مسنون است. بله. خواندنش خیلی فضیلت و ثواب داره. حالا اگر که از دستشان رفته دیگر قضایی نیست. وتر واجب چون واجب است، بله. باید قضاییش بیارن. بعد این میشه که بعد از نماز صبح قضایی بیارن، بعد از آفتاب برآمد قضایی بیارن که 15 دقیقه بعد از آفتاب برآمد میشه، قبل از نماز پیشین. خلاصه در غیر اوقات مکروه میتونن که نا وتر واجب خود قضاییش با بیارن. سوال دومی خواهر ما هم وقتی که گفتن در یک محفل ما خبر هستیم یا به یک جای میریم، بالاخره نماز خود خوانده پیش از وقتی که پیش از اذان، مثلا منظورشان که وقت داخل میشه چگونه است؟ خیلی خوب. در اینجا مسئله این است که اوقات نماز مهم است. وقتی که نماز وقتش داخل میشه، مثلا نماز پیشین 12 و تقریبا 12 بجه داخل میشه، این 12 وقت زوال است. 15 دقیقه که تیر شد
12:10 یا 12:15 که شد زوال گذشت، وقتی نماز پیشین داخل است. بله. اگر چند که اذان از طریق منابر، از طریق بلندگوها بله. اذان را اینا نشینیده باشند، مشکل نداره نماز خود بخوانند، بعد به سمت امو محفلی که میرن برن. این مشکل نیست که اینا اذان بشنوند. دخول وقت مهم است. شنیدن اذان برای خواهرای ما مهم نیست، ولی این قمیشه که در شرایط اینا تفکیک میکنه که وقتی نماز داخل شده. بله. اینا دیگه تفکیک نمیتونند که چه وقت داخل میشه. این بلندگاه لاسپیکرها برای ازی است که به اینا اینا میفهمانه که وقتی نماز داخل شده. اینا اقدام میکنن به خواندن نماز. که وقتی نماز داخل، مثلا اذان گفته میشه ساعتی 12:30. بله. اینا میخوانن 12:20. اشکالی وجود نداره. کاملا وقت داخل شده دیگه. بله، نمازشان درست است. هیچ کدام اشکالی در زمینه نیست. خیلی هم زیبا اشاره کردین جناب استاد گرامی. ان شاءالله امیدوار هستم که خواهر ما پاسخشان را دریافت کرده باشه. حالا تماس دیگری روی خط داریم از هرات. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله. متاسفانه که تماس خواهر ما که از هرات بود قطع شد. تماس دیگری روی خط داریم. بله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم مولوی صاحب، خوب هستین؟ سلامت باشین برادر، زنده باشین. ان شاءالله که شما هم خوب و صحت و سلامت باشین. نامتان از کجا تماس گرفتین برادر؟ زنده باشین. از ولایت هرات. خب بفرمایید برادر گرامی سوالتان. مولوی صاحب یه سوال داشتم که گفتم همین مادرم برادری داره. چی برادر؟ همین بابوی متعد بابوی مادرینه. خوش. همین بابوی مادرین متعد همین 4 تا دختر داره 2 تا پسر. حالا همین دخترها خوب میتونه بیاخت کنه با پسرها، یعنی حق بده به ناسا خوب. همین سوالتان کمی واضح‌تر، صدایتان بسیار پخش میه برادر. اگر کمی واضح‌تر بلندتر صحبت بکنین که ما صدا و سوالتان را درست بگیرم برادر. الان میگم که بفرمایید برادر. همین مولوی صاحب میگم همین مامای مکاس، همین بابوی مکاس، بابوی مادرینه. خوش. بابی مادری. همین بابوی مکاس یعنی همه 2 تا ماما دارم، اونا رو هم بیاخ کرده. همین 3 تا یعنی خوارزم، یکی که مادر نبشه اینا رو بیاخ کرده. یعنی میتونه همچین کاری بکنه. خب به ناسا خود حق بده، به ناسا خود بخشیده. بابای مادری شما مامایش از حق دور کرده، یعنی به اونا حق قائل نشده در مسئله میراث، درست است برادر؟ در مسئله میراث یعنی به مادر ما چی نکرده، یعنی خطی درست کرده که یعنی مثلا بر از ناسای پیسریش. به مادر شما چیزی نداده، به دیگرها داده و به مادر شما را محروم میراث کرده، درست است؟ بله محروم میراث یعنی میشه همچین چیزی مولوی. این در زندگی عین شکل که مسئله تملیک میه برادر، در زندگی یا بعد از وفاتش دیگرها عین شکل انجام داده؟ درسته. درست است برادر. تشکر ان شاء الله. جهان سپاس امتنان دوستان گرامی، سروران عزیز که شما بیننده برنامه خودتان آوای وحی هستین. برنامه ما ادامه داره. تماس داشتیم جناب مفتی صاحب گرامی از کندوز برادر ما. کسی سوالشان در عرصه نماز بود. گفت ما در نماز ظهر پیشین زمانی که به 2 رکعت اخیر امرای امام میرسیم، 2 رکعتی که باقی میمانه و زمانی که مثلا امام سلام میگردونه ما بلند میشیم، اینا پر بخوانیم یا خالی؟ باز هم خدمت عرض کنم که در این مسئله یک فرمول و قاعده است که فقها نوشته میکنن. میگه نماز قضایی آورده میشه یا او را دوام داده میشه، خوانده نشه به همون صفتی که ایدس رفته. یک فرمول است. پس بیان 2 رکعتی که اینا از دستشان رفته و از دستشان قضا شده، این است که اون 2 رکعت پر بوده. حالا که میخواهند اینا او را بخوانند با مو صفتی که پر قضا شده ایدشان رفته، با مو صفت اینا او را بار دیگر ادا میکنند. این یک قاعده و یک فرمول است. خیلی خوب. انشالله که پاسخشان را دریافت کرده باشن. حالا یک تماس دیگری هم داریم روی خط. سلام علیکم و رحمت الله. بله متاسفانه که تماسشان قطع شد. تماسی از هرات داشتیم. گفتن بابای مادریشان
دیگرها را از حق نه به مادر اینا نه به مامای اینا حق داده. البته مسئله تملیک است دیگه، چگونه است در اسلام جواز؟ این مسئله ای است که اسلام عزیز در یکی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در اونجا ارشاد فرمودن برای یک کسی که میخواست تمام ثروت خود در راه خدا انفاق و صدقه کنن، اونا گفتن کل مال، گفت نخیر. بعد گفت که نصف مال، گفت نخیر. بعد 2 ثلث مال هم گفت اجازه نداد. بله. بعد گفت 1 ثلث مال. رسول گرامی گفت درست است و ثلث کثیر. بعد ثلث کثیر است، یعنی به این معناست که 1 ثلث مال گفت اگر شما وصیت کنین که بعد از مرگتان به فقرا، به کسای به مواردی که منفعت عام باشه مصرف شوه، اشکال نداره. بعد در اونجا گفت که شما ورثه هایتان بعد از سرتان اغنیا به جا بگذاریم، بهتر از این که اونا فقیر باشن و دستشان به دیگرها دراز شوه. بله. پس بابای موی سفیدی که پسرای خود محروم کرده و دخترها را محروم کرده، تمام ثروت برای نواسه ها تملیک و هبه کرده باشن، بدون شک اینا بی انصافی کردن، اینا ظلم کردن در حق وارثین. ولی از لحاظ حقوقیش کامی میچله. در محاکم برن که تملیک کرده، برایشان تسلیم کرده، برایشان اسناد داده، قابل چلوش هست. ولی به پیشگاه خدا ملامتی داره و روز قیامت الله متعالی بابا موی سفید پرسان میکنه که چرا بی انصافی را و این ظلم در حق وارثین خود مرتکب شده که دیگرها را محروم کرده. بله دقیقاً. ان شاء الله امیدوار هستم که پاسخشان را دریافت کرده باشه. حالا تماس دیگری روی خط داریم از ولایت غزنی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب هستین برادر؟ صحتتون خوب است ان شاء الله؟ کمی بلندتر صحبت بکنید برادر. سلامت باشین برادر، زنده باشین. بفرمایید. از نماز جمعه بودم 4 رکعت نماز صلاتش که نیت میزنه. خوش. از وقت پیشین تعیین کردن نیت میشه، تنها 4 رکعت نماز سنت نیت میشه. خب سنت های جمعه تعیین وقت داره یا خیر؟ درست است برادر گرامی. سلامت باشین. شما بیننده باشین ان شاء الله پاسخ برای شما ارائه میشه. تشکر. برادر ما از غزنی بود که در رابطه به سنت های جمعه پرسیدن. حالا بریم دنبال سوال خواهر ما مدیحه از ولایت بغلان تماس گرفتن. جناب مفتی صاحب سوالشانی بود که برادر یا یک دختری را دوست داشته و بعد از او دیگه حتما طرف مقابل قانع نشده که بالاخره اینا به هم وصلت کنه و پیوند اینا متصل شوه. بالاخره از طریق جادو بختی دختر را بسته کرده. حالا دیگه حتما بختی دختر بسته هست. این از دیدگاه اسلام آیا اینا گناهکار میشه یا خیر؟ چی است؟ راهکار چی است؟ باز هم در این قسمت اشاره بکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه و إن لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. بله. در شک نیست که وظایف ما را در زندگی پیامبر محبوب ما تقسیم کرده. هر کدام شما که یک عمل منکر میبینه به دست خود تغییر بده. البته این را یک قسمت مربوط به امرا میگن و کسایی که توانمندی دست نداشته باشن به زبان بگوین. این مربوط میشه به علما. و کسایی که توانمندی نیست به دل خود بد ببرن، قضیه اقدام کنن. پس بنابراین جادو کردن یک مسلمان این گناه کبیر است و این جنایت است و این عملی نادرست است و حتی برخی مواردی به کفر انسان می انجامه. مسئله سیر و جادو اگر حلال بدانه دقیقاً که بیمی کفر برده میشه. پس بنابراین این خواهر ما که از جریان آگاه بوده در زمین اقدام نکرده که این طرف یا پدر و مادر خود یا طرف آگاه کنید و قضیه است و همچنان که در این قضیه خاموشی اختیار کرده شک نیست که گناهگار است و این برادرشان که او این عمل جادو را انجام داده مرتکب گناه است. حالا نیاز داره که اینا توبه کنن و او کاری را که انجام دادن کاملا خنثیش کنن، خنثی کنن و خودشان از این قضیه توبه کنن و دست بردار شوند. خیلی هم زیبا اشاره کردین جناب مفتی صاحب گرامی. ان شاء الله امیدوار هستیم که خواهر ما پاسخشان را دریافت کرده باشه و از این اعمال برادرشان هم تذکر بده تا که از این بحث ها منصرف شوند. حالا تماس دیگری روی خط داریم از کابل. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام جناب مولوی بسیار خداحافظ. سلامت باشین برادر گرامی، زنده باشین، انشالله که شما هم خوب و صحت و سالم باشین. بلندتر صحبت بکنیم، بفرمایید برادر. دوران هستم از کابل با تماس شدیم راجع به خانه گروی مسائل گروی چه قسمت است؟ ما خانه گروی گروی سود خونه میشه. خوش. درست است برادر گرامی، شما بیننده باشین، انشالله که مفتی صاحب پاسخ برای شما ارائه میکنه. تشکر برادر. زنده باشین. مادر ما از مزار شریف هم تماس داشتن جناب مفتی صاحب گرامی در رابطه با اینکه گفتن من از سن بالا هستم، قرآن عظیم الشان را قرآن قلمی دارم، از روش خواندنم با قرآن قلمی پیش میرم و همچنان همیشه در فکر و ذهنم این قسم میاد که یک کسی برای من میگه که تو سوره یاسین و تبارک بخوان. حالا میگم ای چی تو کنم که تشویش ایرم از یاد بخوانم، از حفظ بخوانم، چگونه کنم که همین ایده از ذهن ما دور شد؟ در ذهنشان نه، در ذهنشان مصور میشه که یک کسی میه پیشان میگه تو باید سوره یاسین و تبارک بخوان. همین قسم میه. خیلی خوب. این طور است که یکی از آیات قرآن کریم که در بخش عمومیت داره بله. و همی است که الله متعال میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بله. الله متعال هیچ نفس انسانی را چی زن باشه چی مرد باشه هر کی باشه او را مکلف نکرده مگر آنچه که طاقت و توان داشته باشه. بله. پس این خواهر ما که مادر پیچ سفید ما بله. توانمندی خواندن نداره، این وسوسه هایی که برش پیش جای نمیگیره. اینا نگران نباشن، جگرخون نباشن، اما هر آنچه که توان استطاعت دارن از طریق قرآن قلمی قرآن که میمانند و اینا او را سمع میکنند و گوش میگیرند. گپی نیک است، چی سوره یاسین باشه سوره تبارک باشه او را میشنوند. که خود خواندن نمیتونن که میشنوند خالی از ثواب و اجر و پاداش انشاءالله که نیست. انشاءالله که فضیلت مترتب بشه برشان. گوش بگیرن. گپی نیک عبادت است. خیلی هم زیبا اشاره کردین جناب مفتی صاحب. بالا تماس دیگری هم از کابل داریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله برادر بفرمایید. صحبت بکنیم برادر، شما وصل هستین، تماستان وصل است. بله میشنم بفرمایید. خوب هستین برادر؟ سلام علیکم و رحمت الله. شکر، سلامت باشین، بخیر باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت مفتی صاحب محترم. سلامت باشین. جناب مفتی صاحب هم سلام ما را تقدیم میکنه، وسیله شوین. تشکر. بفرمایید برادر. سلامت باشین. مولوی صاحب محترم، سوال ما در نماز عید خوش در مسجد ما که نماز خوانده شد، مولوی صاحب محترم ما که ما اقتدا کرده بودن در نماز عید باید اول 3 بار تکبیر میگفتن. خوش. در تکبیرهای رکعت اول از یاد از اینا رفت و مستقیم اینا در رکوع رفتن و در این وقت یک تعداد از مردم در پاسو نماز میخوندن. خوش. و کسایی که از پشت اینا در منزل اول نماز میخوند اونا از پشت یادم رفتن در رکوع ولی زمان که اینا امی الله اکبر رکوع را گفتن در این وقت تا توجه فکر کرد که اینا تکبیر البته بودن. درست. و کل اگر ما دور دوم اینا الله اکبر بگویند یا اما تکبیر بگویند، بله. در حالی که مولای صاحب رفتن که بعد از اینکه علم حمیده گفت کلی متوجه شد که یادم رکوع کرده بودن. باز دوباره الله اکبر گفت در سجده رفت، اما کسایی که در تاسو بودن اینا سجده رکوع نکردن، مستقیم به سجده رفتن. به خاطرش مولای صاحب مستقیم رفت در سجده. باز رکعت دوم درست ادا شد و یک چیز کردن، یعنی سجده سو کردن و گفتن که نماز همگی صحیح شد، دوباره نماز نخواندن یا فرایض کردن. یعنی خود امام پیش نمازی که برادر گرامی بسیار به عرض پوزش پیش نمازی که در نماز عید شده بود بالاخره رکوع فراموشی شده و به سجده رفته، در اخیر هم سجده سو کرده، تماس قطع شد. انشالله که نماز عین شکل بوده. حالا جناب مفتی صاحب برادر ما از اصفهان کشور ایران تماس داشتن و در رابطه با یک موضوع یاد کردن، گفتن من به یک کسی پول حسنه داده بودم. بعد از اون حالا هر چی که من کوشش یک مقدار معین، حالا هر چی من دنبال همین پول دنبال همین قرض هستم، ای برای من این پول را نمیده، من چه کار بکنم؟ از کدام طریق پیش برم؟
اینطور است که در این قضیه الله جل مجده در یکی از آیات میگه بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تعاونوا علی البر و تقوا. شما مسلمان ها و انسان ها با یکدیگر شما تعاون، همکاری، همدردی در محور پرهیزگاری و تقوا داشته باشین. اگر اینها بتان از آدرس برادرش، از آدرس بچه کاکاش، از آدرس یک دوستش، از آدرس خلاصه یک کسی که با اون نفر رابطه داشته باشه رابطه قایم کنه، از آدرس های این و ای طرف اون طرف، اگر میتونه که رابطهش با اصل نفر برقرار شوه و دین خود ای حاصل کنه از پیشش بگیره. اگر با خودش نمیشه میتونه بس در اینجا بیادر نفر خلاصه دوست اقاربی همون نفر مدیون میتونن با نفر داین همکار شون، همکاری بکنن تا این نفر داین دین خود از مدیون حاصل کنه به دست بیاره. یعنی اینا دیگه توان نداره اینا. بله اینا از اونا کمک بگیره و از طریق اونا پولش به دست بیاره. خیلی هم زیبا اشاره کردن. ان شاءالله که امیدوار هستم برادر ما پاسخشان را دریافت کرده باشین. یک تماس دیگری داریم از مزار شریف. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله صحبت بکنی، شما اصل هستیم برادر. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. علیک السلام. چطورین؟ بخیر هستین جان؟ سلامت باشین، زنده باشین. شما هم ان شاء الله که خوب باشین. بله میشنم. بله میشنم. بخیر هستین؟ صحتتون خوب است؟ آرام برامید؟ زنده باشین. خیریت ان شاء الله. آرام باشید. مولوی صاحب مسئله نزدیک قربانی هست. خوش. اینا مردم در مثال گاو شریک میشنه، 5 نفر 5 نفر یا 6 نفر. اینا این یا گاو با میگن بعضی مردم ها پیسوش خدا چی نیست، میگن پیسوی پاک و صدره نیست. چطور باز دلم شک نمیشه باز شریک. خب یعنی شما زمانی که در گاوی شریک میشین و بعد از بدل شما شک و تردید میاد که این دیگرایی که به این شرکت میکنن پیسای از طریق حلال است، یک نوعی شبهه پیدا میشه. این چگونه است؟ درست. شما بیننده باشین ان شاء الله که جناب مفتی صاحب پاسخ را میدن. زنده باشین. برادریم از مزار شریف بود. یک قسمت سوالا هم پیش ما مونده. وقتی ما هم انقریب رو به اختتام است، وقتی ما کم مونده، میپردازیم به سوالات. جناب مفتی صاحب از غزنی تماس داشتیم. برادر ما در رابطه به سنت های جمعه که ما زمان که سنت ها را میخوانیم این تعیین وقت چگونه است؟ ما سنت پیشین گفته نیت کنیم یا جمعه گفته نیت کنیم؟ چگونه است؟ کوتاه و گذرا اشاره کنیم که البته در فرایض تعیین مهم است. مثلا میگی او هم به زبان نمیگه به دل نیت میکنی فرض امیم دیگر یا فرض امی پیشین، فرض امی خفتم، بس گپ تمام است در فرایض. اما در سنت ها نوافل هیچ تعیین مهم نیست. فقط نیت میکنی که این 4 رکعت نماز است دیگه. این نماز گفته میری، وقتی که تو 2 خواندی 2 حساب میشه، نماز 4 خواندی 4 حساب میشه. بس گپ تمام است. در فرایض در سنت ها و نوافل هیچ کدام تعیین کردن فرض می پیشین امروز، فرضی مثلا حتی بدلم امروز هیچ کدام اصلا اهمیت نداره. هیچ کدام گپی مهم نیست. دلشان میاره فقط میگه این نماز میخونه، همین نماز دلش میگه همین نماز میخونیم، بس گپ تمام است. خیلی هم زیبا جامع اشاره کردین. ان شاء الله که هم سوال کننده گرامی و همچنان تمام بینندگان عزیز که بعضی وقت جناب مفتی صاحب واقعا نکته زیبا را اشاره کردن. بعضی وقت بعضی ها هستن جناب مفتی صاحب که تا در رابطه به این بالاخره میگم ما تا به زبان یا به قلب اصلا قلب ما آرامش نمی داشته. ان شاء الله که این پاسخ را دریافت کرده باشن. برادری ما از کابل تماس داشتن جناب مفتی صاحب گرامی در رابطه به خانه گروی. در رابطه به مسئله گروی اشاره کنیم به شکل گذرا. نفس گروی، نفس گیرو دادن، گیرو گرفتن هیچ اشکال نداره. با قرآن ثابت است و به حدیث ثابت است، اجماع امت ثابت است. یگانه چیزی که مهم است استفاده از مال گروی است. استفاده از مال مرهون یا مال گروی ای از دید فقهای امت اجازه نیست. یک علا میگن که ما چیست میگن امی است که ما شرط نکردیم، ولی یک قاعده است المعروف و کالمشروط. در عرف مردم امی است که به منظوری گیرو میگیرن که استفاده بکنن. اگر میگه شرط نباشه که فقهای قدیم امام ابو حنیفه به در متن هدایه مگر گفت اگر صاحب کسی که مراهن است اجازه بده استفاده درست است. ولی در او زمانا عرف نبوده استفاده از مال گروی. در شرایط امروزی به مثابه کاملا یک شرط شده. عرف مردم همی است که از مال گروی باید استفاده بکنن. وقتی که می عرف به مثابه شرط است. المعروف کالمشروط است.
پس بناهن گروی های معمولی امروز در کل اینا از سود بیرون نیست، اینا استفادهشان سود است. حالت های استقرار و مخمسه که انسان جز از این مجرا پیش نشه دیگه زندگی برش مهیا نیست. حالت های مخمسه که بجدا در غیر از او استفاده از مال گروی اجازه نیست. کسایی که گرو میکنن و جناب مفتی صاحب بعد از او مقدار پول تعیین میکنن، این هیله صحیح نیست. اگر هیله شد دیگه نامش هم هیله است. اگر اولی را گیرو میگیره فلسفی گیرو وثوق اعتماد است. پیسه را به نفر میت یک لگ افغانی را اولیش میگیره، اگر فردا نفر فرار کرد گریخت تو به محکمه مراجعه کنی، از آدرس محکمه هم یک لگ خدا تو به دست بیاری، محکمه اولی را به فروش برسانه، پیسه نفر ما از شما جناب مفتی صاحب حواله را گرفتیم به مقابل مبلغ 3-4 لگ افغانی. بعد از او ماهانه بعد به شما چیزی پرداخت نکنم دیگه؟ نه، هیچ چیز لازم نیست. پس بناهن امی است که این پیسه هم که پیش ما می باشه به جهت یک اعتماد شما میکنید. اعتماد است، یک اعتماد و وثوق است. اگر فردا نفر میگیره از محکمه پیسه این لها جایز نیست. نه هرگز. اگر ایت یک راه داره که قیمت اصلی ده بده. اما اولی که به طور مثال 5 لگ گیره است، اگر به یک نفر کرا بده 10,000 افغانی کراست. 10,000 افغانی کرا می نفر بده سید، در غیر از اونی امروزه خوی نیست دیگه، کم میگیرن. بله ان شاء الله که مسئله هم حل شده باشه. و دیگه از کابل تماس داشتیم که در رابطه با اینا در نماز عید، در نماز عید حتما گذشته یک مشکلی پیش شده بودن به مسجدی و پیش نمازی که یک قسمت مردم در بیرون بوده و یک قسمت در تاکاو بوده. بعد از اونا صدا را به اینا مشابه شده و همچنان هم پیش نماز اینا رکوع نکرده به سجده رفته و بعد در اخیر سجدی سهو کرده. این طور است که مسئله سجده سهو کی است به خود جای داره. به ترک واجبات است یا به تأخیر فرض است یا برخی مواقع به تأخیر واجب، برخی مواقع گپا میگن تقسیم داره. ولی به ترک فرض سجده سهو نیست. به ترک فرض نماز فاسد است، چون رکوع اینجا فرض است، باید اثر خوانده شود. بله یا رکوع در نماز عید فرض است، بنابراین که ترک شده باید اثر میخوان. یک جزی دیگه برادر ما که از کابل تماس گرفت داشت که یک قسمت کسایی که تکبیرات از پیشان مثلا در تاکاو بوده یا برق رفته، این کسایی که در بیرون بوده با امام اقتدا اینا امام میدیدن یا صدایش میشنیدن، این کسایی که در داخل بودن صدای امام نشنیدن یا مثلا حتی در رکوع اینا یک رکوع در تکبیر زواید اینا رکوع کردن، مثلا این نماز اینا چطور میشه؟ کوتاه اشاره. تکبیر زوایشون در رکوع شده، در رکوع شده یا مثلا بالاخره مخالف امام پیش رفتن. یک مسئله است که یک نفر وقتی که میاد که امام بر رکوع میره در نماز عید، خیر ببینید امام در رکوع در میابه، بعد این نفر که نیت کرد دیگه تسبیحات نمیگه، تکبیرات خود میگه، تکبیرات خود در رکوع میگه، رفع یدین نمیگه، دست خود بلند نمیکنه. این یک مسئله در اینجا هست. ان شاء الله امیدوار هستم که مسئله هم که پیش کسای گنگ بود این هم واضح شده باشه. تماس دیگری داشتیم به عنوان آخرین تماس میگیریم و ما از اینجا پوزش و معذرت میخوایم از اون کسایی که هنوز روی خط هستن و ما چون به ضیقی وقت نمیتونیم برای اونا پاسخ ارائه بکنیم. برادر ما از مزار شریف تماس داشتن، گفتن مسئله قربانی، عید قربان نزدیک است، ما در یک گاوی شریک میشیم مثلا 6-7 نفری و بعد از او در دل ما شبهه میشه که از 5-6 نفری دیگری که شریک است پیسین آیا حلال باشه آیا حرام باشه، از طریق شبهه حرام. این یک شک به دل ماست، چگونه در قربانی ما خلال ایجاد میشه؟ در قضایا امی است اگر ما یقین نداشته باشیم به سرمایه یک نفر که از مجرای حرام است حکم نمی کنیم. یک نفر هم تجارت داره، هم کاروبار داره، اگر مشکلات دیگه داره، ما حکم میکنیم که می پیسش از آدرس حلال بوده باشه. اگر زمانی میدانه که مشکوک است، نفر کاروبار نداره، نفر وظیفه نداره، ما مدرکشی که این پول و پیسه به دست میاره، برخی موارد به این معلوم است که از آدرس حرام است، یا از آدرس قمار است، یا از آدرس فروش شراب است، یا مواردایی که در دین خدا اجازه نیست. اگر برش معلوم باشه باید بپرهیزه، باید به او رقم نفر شراکت نکنن. بهترین گزینه ای است که در قربانی ها اگر نفر توانمندی داره گوا مستقل خودش بگیره، اعضای فامیل خانواده قربانی کنن. اگر یک امکانات نیست یک گوسفند قربانی کنن. از همین اشتباه ها کاملا بپرهیزن. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، رسول گرامی گفت
جایی که تر در اشتباه میاندازه رهایش کو، مسئله را بگی که یقین بوده باشه و شک و اشتباه وجود نداشته باشه. خیلی زیبا اشاره کردین جناب مفتی صاحب، تشکر و سپاسگزاری میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و تشریف آوردین. جهان سپاس و امتنان دوستان گرامی، سروران عزیز که شما تا این دم بیننده برنامه خودتان بودین و همچنان تا این دم با ما بودین. وقت ما به پایان رسیده، ما ناگزیر از حضور سبز و انور شما مرخص میشیم، از اینکه در روزی بعد ان شاء الله با موضوع دیگر خدمت شما خوبان قرار میگیریم. شما را به الله منان میسپاریم. وقت و لحظاتتان خوش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.